Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni qandim, javonoi muhtaram, navasako, havasakoi qandi bobosh, zinda va sarbuland boshin. Hozir mo dar Xo'jagi mohi Parvari shahri Vahdat, Xo'jagi Bobojon qaror dorim. Hozir holati darахчакoi Pavloniро shunondan ay. Mohi may, mohi faqat shunondan ay. Dona партуфтан ay. برای چی ما در کمتر جلوها میشود برای ما کمتر خودداری میکنیم بعد و میکنیم برای که خیلی محل ما میشنونیم مثل چیورا اینه ویروی پامیدور و مثل ویروی میشنیم جلو هم خیلی میزنش که دیل منویسه اگه حاضر دیگه وقتی شنونده شدیم درخت پاولونیا را میشنونیم من درخت پاولونیا که خودم M1 هسته و 9501 هسته ما هم برو طرز شنوندن شد به شما نشون میتیم حالتی شنوندن های بگیریم برین بشنونیم درخت قلم بشنون یا 5-10 درخت بشنون نخید برای کپیدوزور کنی برای بزیب شیدن برای بود هوای قشلاق هم بسیار بشنون دیه را بود هواشو تازه میکنه اگر 5-6 تا بشنونید در گیردی خانه هم بود هوای خانه رو تازه میکنه گلوی خوب میتیه قد در این سخانه بسیار گفتیم بازی من شنوندیم همجا در من شنوندگی بازی طرز شنوندن شد چون من بیاگوموس با الدرش میکنه خیلی نجود شنوندگی طرز شنوندن شد من با شما وای میکنم منم خیلی میقپیم وای ریشه داره کم وای میکنم من خیلی دیدی ریشه چاک شدیدی ریشه چاک رو من میگیرم خیلی بسم الله الرحمن الرحیم میگم من خیلی در و رضای خدا ثواب و ثمرش با اوراق رسولی پیغمبری خدا گفته هم خیلی میشونیم در رو رضای خدا گفته میشونیم انا کی درخت رو خیلی میشونیم خب مثال با کم ترک بیاگوموس برای چی میریزیم گردش را بیاگوموس کی رفتیم بیاگوموس با خوک میپشونیم بیاگوموس همین نیهال چرا رسد را میگن که خوب پامیدور باشد خوب بودرینگ باشد خوب کدو باشد خوب پاولونیا باشد وقتی که میکنیم اخرجاگ میکنیم بیاگوموس میمونیم میریزیم دم درو قطعی کمتر خوب اومیخته میکنیم و مثال رسد را موندیم محکمش میکنیم پول ایره بیاگوموس باید تگ خوک دمونیم برای چی تگ خوک دمونیم افتو میزنه این میکرو ماکرو المنتاش وای میشوه نوبود میشه ممبرا برای همین باید زیر خوک کنیم وقتی که او میتیم همین بیاگوموس تو 30% ولاگرا میقپا یعنی نمنوکی را میقپا قپیده مثل در ریشه نمنوکی را قپیده مثل بعد میکرو ماکرو المنتو کار میکنه ریشه با میدرویا برسشه کار کی کار وقتی که میگه یا وجاو د بیاگوموس وقتی که یا وجاو د ریشه بقوات شید ریشه چاکو نشو ریشه چاک سوزان وری بعد دیگه اون طرفی مثلا به بیاگوموس هم رقت میکنه بقوات میشه میره من همین کیرمی کالیفرنیا برادران قندم در درون همین بیاگوموس مثلا اصلا کیرمی کالیفرنیا دیدی زنده همین کیرمی کالیفرنیا این در زمین زندگی کردن نمیتونه در انا چی و میکنه اگر همین خیلی کیرمی کالیفرنیا رو ما بگیریم پورو را نمونو کنیم بتیم همین کیرمی کالیفرنیا سو 2 سانتی متر شه 3 سانتی متر شه همین کیرم تو نهانیم 10 سانتی متر میشه کیرمی کالیفرنیا بعد وای میشه بعد پلاوی زریلیس میگن یعنی که با هم دیگر جاس میشوند مثلا با هم دیگر جاس میشن تخم گذاری میکنن بعد ابرابات میکنن پورو را و میکنه در همین درون بیاگوموس من چیدم بیا که وقتی چیشید من چیشم است تخمشم دیدی من تخمش کبوتاک نه تخمشم است نه تخمکشو نه اگر اهمیت بدیم تخمکش میبینی نه تخمکش نه تخمش هست این بیاگوموس به هر چیزی خوب کیرم داره چیرم داره تخمشم داره هست دوری همیده خیلی یک معجزه الهی ای چیزو اومدگی با تاجیکستان خودم ولی کمک نه یک فایز هم ولی مردم نمیدونه که بیاگوموس چیه 1% میدونه اگر 1% بدونه کو به نهایت وای میشه طلبات بسیار میشه نمیدون میگن فریب میگن دروغه میگن بابا دروغ گفته خیلی دیگه چیتون بگم برادران قندم
بیاگومسا خریداری کنین درخت پاولونی را خریداری کنین کرمای کالیفرنیا خریداری کنین با فایده خودتان. یه درخت پاولونیا را نشون ده درخت پاولونیا نشون ده من درخت کوی پاولونیا من اینجا میبینم این درخت پاولون من اوکی عیز زیاد کلونش دیگه میشکنه ویران میشه و این حالت شنونده میشه بیاین خریداری کنین نیازمندارا من کمپیری محمد و نیازمندارا با خیر میکنه پولدارا دا خیر میفروشه خیر بگیرین بکنین اوکی دیخونه چوه بیاگم بهترین چیزه ایمونیتت زمین بلند میبرداره حاصل نوکی را بلند میبرداره تا 30% نمنوکی را میقپه خی ایره باباتون اختراع کردگی نیست ایره عالمای جهان اختراع کردگی بیا رشته سخنه دراز نمیکنم زنده و سربلند باشین کار باری خواجگی را خیلی دیده پاولون را میشینه در مابین پاولونیا من چی شنونده است پمیدور شنونده است یک بارگی نشون تیر مرحمت حالتی حاضر شنوندن شه حالت شنوندن نه هیچ کی نشونه هر یک عائله ده هر یک خانه ده اقلا 5 تا 6 تا باید بشنونی بهترین چیزه زنده و سربلند باشین برادران قندم جوانای محترم نواسکا و حواسکای قند بابوش